من یادم نمیره بازون چون دوست نباید اسم اون خانم رو ببریم، مدیر مدرسه است که همین ایام ماه رمضانی که گذشت و اینا برگشت من گفتش که آقای پرستویی، آقای خادمم نبودن تو اون سفر، گفتش که ما این بچه ها روزه هم میگیرن، خانواده هاشون هم روزه میگیرن، ما خیلی دلمون میخواد که به اصطلاح افطاری به اینا بدیم، آیا امکان پذیر هست؟ گفتم چرا نیست، چقدر مثلا هزینه مثلا 8 میلیون تومان. گفتم نگران نباش، ما 8 میلیون تومان پرداختیم. بعد دفعه بعد که رفتیم آقای پرستی باید میبودید و میدیدید که چه اتفاقی افتاد، چون اون بچه ها میگفت سفره پهن کردیم برای افطاری، بچه هایی که به واقع دارم عرض میکنم اصلا تو زندگیشون پنیر نخوردن، خامه نخوردن، کره نخوردن، زولبیا بامیه نخوردن، شیر نخوردن. با بزرگاشون مصاحبه کردیم، هست تو پیج من، که گفتیم آقا پدر جان شما روزه میگیری سحری چی میخوری؟ گفت سحری مثلا نون خالی با 2 تا خرما. گفتم خب این سحری. افطاری چی؟ گفت نون خالی با چای خالی. دروغ نمیگن ها، همین. بعد چون من یه دوره رفتم سیستان، این خانم گفتش که آره باید میبودی که ما این سفره رو پهن کردیم افطاری. بعد بچه ها سفره خامه، کره، زولبیا، بامیه، بعد همه چی خرما مثلا فلان، عسل، همه چی اینجوری. بعد خوردم، گفتیم خودتون رو سیر نکنید شام هم هست. گفت میخوام این شام هم بهشون بدیم. گفتم باشه. مثلا در حد زرش پلو با مرغ و اینو. گفتم آره حتما کنیم. گفت افطاریشون رو خوردن، بعد شام آوردیم هیچ کدومشون لب نزدن به شام. گفتن ما این شام میبریم به خانواده‌مون بخوریم، چون خانواده‌مون تا حالا مرغ نخوردن مثلا. ما جاهایی رو با آقای خادم میریم که مثلا بهمون گفتن خیلی راحت آقا میشه به جای این 14 قلم چیزی که اقلام ارزاق اینا که شما آوردید، به جای اینکه اینا رو به ما بدید فقط آرد خالی بدیم. گفتیم یعنی چی؟ مثلا ما 120 کیلو چقدر گفتیم آرد مصرف کنیم؟ گفت 120 کیلو 140 کیلو. گفتم آرد خالی گواره، چون ما صبح نون میخوریم، میام بعد نون میخوریم، ظهر نون میخوریم، عصر نون میخوریم، شام نون میخوریم. با نون اموراتون میگذره و واقعا نون خالی میخورن.